سلام و درود به تمام دوستان و همراهان کامیونیتی TNT NFT کلاب. من NFT ریالیتیز هستم، مدرس فیلم های آموزشی NFT، متاورس و گیم های متاورسی تیم مستر NFT ایران. امروز در خدمت شما هستیم با یه آموزش خیلی کوتاه و جذاب درباره اینکه چجوری تو سایت پریمینت بخواین یک پروژه رو ریجستر کنید. خب تو مرحله اول بچه‌ها یه کاری بهتون بگم. خب رو لینک اون پروژه میزنید، مثلا این پروژه الان بلوبز NFT براتون مثلا باز میشه. کاری که میکنید اینجا من پروفایلمو قبلا ساختم، وارد بخش پروفایل میشین. خب تو قسمت پروفایل ببینید بچه‌ها ولتتون کانکت میکنین، میتونین ولت جدید بزنین، آدرس ولت بهش میدین. میایم پایینتر ایمیلتون رو بهش بدین، آنتی پوش کد رو حتما فعال کنین ما زمانی که اکانتتون هک شد و نیاز داشته باشین بخواید اکانتتون رو برگردونین. این نگاتیفیکیشن های ریجسترشون رو روشن کنین. وقتی که ریجستر بشین خب بهتون میگه ریجستر شدین، بهتون ایمیل میزنه. اگر تو تاریخی که اعلام میکنن برنده شده باشین بهتون ایمیل میزنن که برنده شدین. و مینت ریمایندر هم که زمانی که مینت میخواد انجام بشه بهتون یادآوری میکنه از طریق ایمیل. این پایین هم حتما توییترتون رو کانکت کنین، اکانت دیسکوردتون رو کانکت کنین و بریم سراغ خود پروژه و یادگیری استفاده از پریمینت. خب بچه‌ها اینجا ببینید چند تا مورد داره. مورد اول خب برای ریجستر کردن گفته که برین این اکانت رو فالو کنین. مورد دوم گفته این توییت رو برین لایک و ریتوییت کنین. و یه مورد سومی هم بعضی از پروژه ها دارن که مربوط به دیسکورد، یعنی میگه عضو دیسکورد اون کامیونیتی اون پروژه بشین، وریفای کنین داخل اون سرور دیسکوردشون و اون رول وریفای شدهتون رو بگین. بعضی پروژه دیگه اسمای متفاوتی دارن. بعضی که وریفای شدین کارش انجام میدین، بعد اینجا ریجستر رو میزنین. تمام حالا من مراحل سادهش انجام میدم و با هم ریجستر میکنم. اینا رو براتون توضیح دادم بچه‌ها. ریجستریشن کلوز یعنی تایمی که دیگه نمیتونین ریجستر کنین و بسته میشه این پروژه داخل سایت پریمینت. روز مینت داره، میگه 1 دسامبر یعنی ماه دیگه، تقریبا 10 روز دیگه میگه روز مینت. مینت پرایس فریه، یعنی شما فقط هزینه گس فی رو میدین و هزینه گس فی اتریوم میدین و این NFT رو دریافت میکنین. 10,000 تا NFT ازش موجوده، یعنی روزی که مینت میشه 1000 تاش از این برنده‌های اینجا هن که اعلام میکنن 1000 نفر از این 10,000 تا NFT رو به صورت رایگان برنده شدن، فقط هزینه گس فی رو قرار بدن، گس فی شبکه اتریوم. اینم افیشیال لینک سایتشون رو گذاشته، میتونین بررسی کنین. وریفای توییترشون رو میتونین بررسی کنین. یک سری توضیحات درباره پروژه گذاشته، میتونین اینا رو حتما بخونین. البته داخل سایتشون برین خیلی بهتره، ولی خب اینجا هم به صورت خلاصه کامل درباره این پروژه توضیح دادم. خب مرحله اول اینه که میریم اینجا میگه اینو اکانت فالو کنیم، بریم با هم انجام بدیم. این اکانت هم میگه، این توییت هم میگه لایک و ریتوییت کنین، اینم بریم انجام بدیم و بعد بیایم ریجستر رو بزنیم. خب این اکانت رو گفته بود که فالو کنیم. خب این اکانت رو ما فالو میکنیم. حالا من اگه فالو داشتم خب فالو شده، میبندمش. این توییت هم گفته لایک و ریتوییت کنیم. خب میایم پایین، این توییت رو لایکش رو میزنیم، ریپوست یا همون ریتوییت هم انجام میدیم و اینم میبندیم. خب مرحله بعد ریجستر رو میزنیم، صبر میکنیم تا ریجستر انجام بشه. خب ببینید من الان ریجستر شدم و حالا باید حواسم باشه که بهم ایمیل میزنن. اگر برنده شده باشم تو این تاریخ من ایمیل میزنن که میتونی بری مینت کنی، یعنی 10 روز دیگه که برم NFT مو مینت کنم و فقط گس فی شبکه میگم بین 2 الی 3 دلار پرداخت کنم و اون NFT رو دریافت کنم. اینم از این آموزش کوتاه و جذاب دیگه. امیدوارم لذت برده باشین. حتما کانال یوتیوب TNT NFT وب تیوی رو سابسکرایب کنین، فیلم آموزشیمون رو لایک کنین، کامنت بذارین، سوالی داشتین اونجا بپرسین. پیج مستر NFT ایران هم داخل اینستاگرام حتما فالو کنین و با ما همراه باشید. موفق باشید.